سلام آقای کوسری. خسته نباشید. خیلی ممنون. کاری داشتید؟ ببخشید بیادبیه، میخواستم محسن رو ببینم. محسن بیا ببینم پسرم. با من کاری ندارید؟ نه خیلی ممنون. ببخشید محسن. سلامت. مادرت از درمانگاه بردم خونه. دکتر گفته باید عملش کنم. من دارم میرم شهر تا از یه آشنا بتونم پول تهیه کنم. مواظب خواهرت معصومه باش. به حرفای مرجان گوش بده. یه مقدار پول گذاشتم پیش قاسم آقا، دکاندار سر جاده. گفتم هر روز یه ظرف شیر بذاره کنار. کمی هیزم خورد کردم جلوی کومس. از مدرسه که رفتی ببر تو. محسن یادت نره، هر روز صبح قبل از مدرسه برو شیر رو بگیر. دکتر گفته باید مادرت شیر بخوره. خب دیگه من باید برم. تو هم برو سر کلاست. هفت این طرفه میگم. چند تا؟ هفت موش این طرفه، درسته؟ چند تا موش این طرفه؟ 2 تا موش. اگر این 2 تا موش ها از اینجا بلند بشن بیان. آقا جان میتونم برم سوگر مقابی؟ خسته نمیشی برو. خسته نمیشه. سلامت بفرمایید. پیش اینجا بفرمایید. خوش بامید. کی رو داخل؟ دکتر گفت باید بشه بیمارستان شهر بساری ببینی.
تا چرا عمل بکنی؟ خرج عمل خیلی زیاده. تازه معلوم نیه میزگان سر چی بلایه. ناراحت نبابسن. تو داره درست بگه. خدا بزرگه. ناامید شیطانه. شفا دهنده به خدایا. ناراحت نباش. خدا بزرگه. خدا در شفا ده. هر امری داشتی همه اسلام خدمت. شما هم بیزه خدا را دخانه دعا بکنم من عرض نجات بده عروس خانم همه دست خدایا دست به دامن خدا انشالله که خوب انشالله آقا وجود که بادرده نه من که راضی نبون باشه. آخه اون آدم خجالتیه. گفتم انا همه پول از چی خیلی بگیری؟ گفته فکرش نکن. خدا بزرگه. اگه اون بخیه همه چیز درسته. خدا بزرگه خانم انشالله خدا بزرگه خدا بزرگه انشالله هرچه خدا بزرگه دکتر عرباسی هدایت اونا بوده بد خوب شکر خوب مسئله جان کی آمدی مادر؟ محسن کو؟ محسن ازمان بوز کمه داریم برم انشالله که خوب اما خیلی خداوند پشت پناه بده. هر امری بخونی کار بداشتی اما که اطاعتیم ایسا انتقال خدا تر شفا خدا حافظ خداوند تر شفا خدا حافظ دست و دامن خدا نراحت خداوند که عروس خانم بشم بسلامت خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ. بشم بسلامت ماجان چیزی ما رو گذاشتم تو خونه. خیلی خوب کاری بودی پیشی بی پسرم پیشی بی خدا در بداره بفشیم محسن چیکار موقع نمیای؟ شما بریم من بعد میام. سلام. سلام مادر. خوبی؟ آره. جایی میخوای بری مادر؟ من به آوازم پرسیدم میخوام برم شکار مرغابی. آوازم گفت برو برم. پس درس مشقت چی؟ نهارم کی نخوردی؟ 2 تا کلوچه میبرم. وقتی که اومدم ماسارم رو مینیسم. هوا سرده. سرما میخوری. چکمه میپوشم. تا آقا جانت برگرده گوشت مرغابی داری؟ میفروشم پولشو میارم. بشو. خدا تر بداره پسر غیرتیه خدا نه حفظ بکنه انشالله همه زخوا پیرمانه
امروز اصلا مرغابی پیدا نویه. همین روزی تو دست خدایی. این روز فده، این روز فنده. هر چقدر خودش مصلحت بدونست. همه که راضییم به رضای خدا. بخور دختر بخور والله خوبه تره بخور دست آقاشا بخور جان دست در نکن بخور ده جان بگیر بخور ده نخوری دست در محسن جان ده پلا بخور ده آره ده نخوری نه اصلا ده کتا برو بسنی ایزن باور صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد خدایا تو خودت دانی پروردگاره دنه نجات بده عزیز الله اما کسی ناریم بدون تره معصومه بله که مخشه بنوشتی دختر آره بیا سن کافه بدر من گله ببیچم دختر گلم ناراحت بسن نباید مامان خود زود شبه عزیز بالا من گلم خوشگل نبا مار جان خدا همه کارا میتونه بکنه بله دختر همه کارنا خدا کنه به دست خدایو حالا مادرم هم میتونه خوب کنه اگه مصلحت خدا بدره نه هر خوب کنه مصلحت چی؟ اگه صلاح بدنی صلاح چی؟ صلاح یعنی هر سادن موقع برسی بسر که موقعش میشه؟ وقتی موقع میشه گو دروغ نگویی نه قسم نخوری نماز بخوانی علال خصوص گو شما زیکن وقتی گو دعا بگودین دست به دامن نماز سر بزن خدا را دخوادین شما ماری اول خل خورد بی مار جان خدا کجایه؟ خدا همه جای دختر همه جام دینه همه جام اشتبه اگه توی دلمونم بگیم میشنوه بله دختر شما دعا بکنین شما مریضان حال خدا خوب بکنه شما ماری عالم خوب بکنه سلام مشتاق ایتا نامو شما داریم خوشخبر ببرمایید یا الله امری نگیدید قربان شما خدا حافظ کلاس اولا رو نویسی کنن کلاس دوما تمرین ریاضیشون حل کنن
سلام آقا محسن. اول شما تو چی میخواستی آقا؟ نامه خورم پسر هستی. نامه را چی میخواستی بکنی؟ کی نامه می نویسم. می نویسن کاغذ پاکت؟ آره. چی میخواستی بکنی؟ نامه بنویسم. برای پدرت؟ خب پدرت تازه رفته، برای خودش میاد دیگر آقا جان. چرا ناراحتید؟ چرا این دلپوری میکنید؟ باشه حالا با شما کاغذ پاکت میدارم. یا الله، پسر خوبی هستی تو. یا پسر نازنین هستی. داری درس میخوانی، درست را ادامه بده. خیلی بخوان. باش مهندس، باش لیسانسی ها، دکترها را بگیرید. بفرما این کاغذ آقا جان. حالا تملم میخوای آقا محسن. این هم تبل کاغذ. تبل اونجا کاغذ را توی پاکت میاندازی و تبل میزنی میبری تو صندوق پستی میدی اونجا. برای خوشم میره. برو با سلامت. خدا نگهدار شما. خدا چیکار میکنی؟ بیا تو در ببن. چی می‌نویسی؟ نامه. برای کی؟ اگه بگم به هیچ کس نمیگی. حتما برای خدا چطوری؟ نامه می نویسم، تم میزنم، میبرم اونجا جاده اسفالت، بعد اونجا صندوق پست هست میندازم تو صندوق پست، اون وقت میره پیش خدا. توی نامه میخوای چی بنویسی؟ سلام خدا، اسم من محسنه، خواهرم اسمش معصوم است. مادر ما مریض است. حالش خیلی بد است. مادرم باید به بیمارستان برود تا دکترها حال او را خوب کنند. اما خیلی پول زیاد میخواهد. پدرم به شهر دور رفته تا شاید بتواند از اونجا پول زیاد بیاورد. ولی اگر نتواند خیلی پول بیاورد، مادرم حالش خوب نمیشود. همسایه‌ها و مارجان و همه میگفتند که خدا همه کارها را میتواند درست کند و همیشه خدا مریضها را خوب میکند. حالا من و معصومه برای شما نامه مینویسیم تا شما نامه ما را بخوانید و بیایید مادر ما را به بیمارستان ببرید. شما خیلی مهربان هستید. شما بچه ها را خیلی دوست دارید. ما هم شما را خیلی دوست داریم. اگر مادر ما را ببرید و در بیمارستان خوب کنید، ما بیشتر شما را دوست داریم.
و اگر شما میایید من و معصومه خیلی ناراحت میشویم و گریه میکنیم و غصه میخوریم. من و معصومه غیر از شما هیچ کس را نمیشناسیم که به ما کمک کند. من و معصومه هر روز میاییم سر جاده روستای نرگسان و منتظر میمانیم تا شما کسی را بفرستید با ماشین بیاید و مادر ما را به بیمارستان ببرد. این بود نامه من و معصومه برای شما. نه اینجا. وای یا ابوالفضل یا فاطمه زهرا چی دختر جان نه وای یا فاطمه زهرا یا ابوالفضل تو به داد من برس چی ننه جان خدا مرد من نگه خدایا تو می داد برس یا ابوالفضل تو به داد من برس چی ننه جان وای چی ننه جان وای خدایا تو به داد من برس یا فاطمه زهرا وای بیا ننه جان ننه موسم باشم بلرس خانمه بگو بهتا کار دارم وای وای ننه جان بزه شربت بخور دختر اتا بگو مادرم حالش خیلی بده. داری پسر جان بریم دکتر جان تو هم ناراحت نباشن که مامان کرا خوب پسر جان تو هم ناراحت نباشن شوی مامان جان کرا خوبه درسته به چه بس تو هم ناراحت نباشن به خدا نه حال خوبه انشالله من عوض ندارم از خدا عوض بگیرین خدا شما را عمر بده همه را کمک بگیرین شما دست بده من خدا به من بده نه حال خوبه خوبه تب دل نره انشالله که درسته از عوض خدا بگیرین خدا شما را عمر بده همه را کمک کنین با حق پنجده من اول خوبه چرا نمیخوابی؟ خوابم نمیاد. آقا جان کی برمیگرده؟ نمیدونم. محسن تو فکر میکنی که خدا توی آسمون خونه داره؟ آره. مثلا کجا؟ تو ما. اون نامه که نوشتی چطوری میره پیش خدا؟ اونجا که خیلی دوره از جنگلام دورتره. ماه جان میگو برای خدا کاری نداره خدا همه کارهای میتونه بکنه. تو فکر میکنی که خدا نام ما رو میخونه؟ آره. بعدش چی میشه؟ خدا میاره.
اجا برای ماجان روشن کن. زود بیا. باش. سلام. سلام. مرغ دارم. مرغ دارم. دانی دوازده‌تونه. حال شما خوبه؟ سلام. خسته نباشید. حال شما چطوره؟ سلامت باشید. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. گلای پستی. منم لابلای نامه هم چند تا دونه دیدم. این گلا تو نامه ها چه کار میکنه؟ بالاخره گلای پستی پیدا شد. چی هست؟ یه نامه. هیچ نشونی هم نداره. فقط 2 تا اسم که با خط بچگونه نوشته شده، محسن و معصومه صبوری. حتما 2 تا بچه خواستم بازیگوشی کنن. چی کارش کنم؟ مرجوعی که نمیتونم بزنم. در نامه که بازه. شاید آدرس و نشونی تو نامه باشه. یه نگاهی بکن. چی شد؟ چرا ناراحتی؟ خانم حکم آبادی، خانم درخشان نمیدونم چی شده که اینقدر ناراحته. خانم درخشان چیه؟
چی شده خانم سعادت؟ داشتن یه نامه میخوندن یک دفعه حالشون بد شده. خب شما کمک کنید ببریدشون تو دفتر من خواهش می‌کنم. بسیار تو رو خدا اینقدر خودتو ناراحت نکن. آبقند میخوای واسط بیارم؟ نه. آی پورسیفی ممکنه خواهش کنیم اون نامه رو یه مقداری بلندتر برای ما بخونیم؟ مرسی متشکرم. من خواهش می‌کنم شما فعلا بفرمایید سر کارتون. اگر مثلا یک من ما بهتون خواهش راستش این همه عمری که تا به حال از خدا گرفتم تا امروز حضور خدا رو اینقدر واضح و روشن احساس نکرده بودم و نمیدونستم که خدا اینقدر به ما نزدیکه، تا جایی که با زبون 2 بچه 7-8 ساله بخواد عظمت و بزرگی خودش رو در چند جمله به ما نشون بده. همکارا تصمیم گرفتند به هر شکل ممکن آدرس اون 2 بچه رو گیر بیارن و کلیه مخارج بیمارستان رو تقبل کنند. من به حال شما همکاران قبطه میخورم. اومدم Thank you.